علیکم عشقای خودم از واسه ماشت میکنم مثلا دورتون بگردم. توی این ویدیو امروز قرار چیکار بکنیم؟ واسه این من دوربین بذارم اینجا. توی ویدیو امروز قرار چیکار بکنیم؟ یه طعم جدید رو امتحان کنیم. میشه یه تاکسیک وک از ویدیو قبلی میذارمش اینجا. این کار بهش نداریم. چی میخوام بیاریم؟ پنیر گودا. من ایرانی برای اولین بار میخوام پنیر گودا تست کنم. ببینم چه مزه‌ای داره. واسه همین انا بعد این ویدیو تو من آمریکایی بیان افیای چیزی بدم در خونم ترورم بکنه. گودا هم که طبیعتا دیدین تو فیلم ها زرده اینا هاش گودا واسه برعکسیه. ولی یه چسب خیلی قوی ها برای نون باگت. یه چسب خیلی حرفه‌ای قویه. کارو ببین. نگاه پنیر گودا چیز خوبیه. به قیافش که میخواد چیز خوبی باشه. به قیافش ما چیز خوبی باشه. حالا مزه رو ببینیم چیه. با کالباس دودی و نون باگت. این ساندویچ هم که نیست. نان توست بهش میگن. این واسه اونایی که غذا عشق فست فودن این چیز بسیار عالیه. خیلی عالی. اصلا پیشنهاد می‌کنم درست کنم بخورید. وای مشابه تگری تاکسیکوی ریکن مورتی دورم سر بکشیم. این غذا سمیه. این پرچه سمیه ولی خوب. آقا بنازم چیز خوبیه که من سه ازش درست کردم. چیز خوبیه خلاصه. واسه اونایی که عشق فست فودن میگم چیز خیلی گزینه عالیه. و یه معرفی کانالم بکنم. بچه این کانال اسمش مسترسه و الان فعلا که چون جا ندارم دارم اینجور ویدیو باید میگیرم. قشنگ با کمبود امکانات من دارم میسازم. جا نیست مثلا متاسفانه. با کمبود امکانات من دارم براتون ویدیو میگیرم. نه هیچ واسه این دیگه هیچی. نه نور و نه چیزی. اتاق ساده است. بس خودمون پنیر گودا به گرمی خدا خوشمزه است. چند دقیقه قبل که این بخوام درست کنم با خامی یکم خوردم. مزه افتضاحی میده. با خامی پنیر گودا. این پنیر زردا که باید همه استفاده میکنم. با خامی اصلا خیلی چیزه بد مزه است. ولی مثلا داغ میشه و میچسبه رو چیز اصلا حق خوبیه. عالی. چیز خوبیه. بعد بچه من کردم مثلا این ویدیو که دارم میگم مثلا چیز خوبیه. پیشنهاد کنم استفاده کنیم. مثلا حتما بخورین. خیلی عالیه. ولی خوب طبق معمول در مورد کانال بهتون بگم بچه اتاقه که جور کردم. کامپیوترم جور کردم. میزم هنوز تازه میخوام جور بکنم دوتا میز. چون که هم از اینا داریم این تست اینجور چیزا وسیله هست و اینا میخواد. ولی خب من سعی میکنم با کمبود امکان فعلا برم جلو. بعد پول که از دستم اومد از طریق یوتیوب شروع میکنم و خریدن وسیله. مثلا نور آر جی بی لامپار خوب میگم نور آر جی بی قشنگ ال ای دی صورتم قشنگ نشون میده. الان توی این فیلم صورتم واقعا کم کیفیته ولی قابل قبوله. چیز خوبیه. وای. بعد در ضمن وسیله که من کم دارم کامپیوتر دارم. اتاقه که دارم.
تنها فقط چیز میمونه، این جدا است میشه اصلا پشت سر. از اون فعلا ندارم، از صفر دیگه شروع میکنم. بعد حتما زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنین. دیگه چیزی دیگه تکرار نکنید دیگه، خودتون تو این خانه میین. باید تکرار بکنم. آقا لایک اون پایین یه چیزایی هست اونو بزنین. بازم نفهمیدین؟ آقا لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله نوتیفیکیشن بزنید روی آل که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده و اولین کسی باشین که نگاش میکنین. چیز خیلی سمیه، این هست سم، ولی بچه ظاهرش رو نگاه کنین، این بیشتر بهش میخوره تاکسی و ریک مورتی باشه، چون از رنگ نگاه میکنی نگاه از آشغال رادیو اکتیوی درست شده. چیز خوبیه و ریشارم زدم، خیلی خوشمزه بود. دوباره میخوریم. هر سوال باید اینجا پیش میاد مثلا بچه تعریف از خود نباشه، من یه سری هنرها دارم. فنیم خوب هست، لحاظ بازی کامپیوتری و ویدیو هم عالی هم. یه مثال براتون بزنم، مثال خیلی ساده. ردمشنی که همه میگن واو چه سخته و فلانه، من داخل 2 روز تمومش کردم. 2 روز. و بخوام یه مثال دیگه هم بزنم، بازی جی تی وی که چیزی هدف آسونی برای من. ریجم که نگم براتون بازی زیاد کردم، ولی رزیدنت اویل همه آسون‌تر رزیدنت اویل بود. رزیدنت اویل ویلیج که من با پلی استیشن بازی میکنم 18 ساعت تمامش کردم رزیدنت اویل. حالا شاید براتون سوال باشه که سینا تو که اینقدر مثل رستون که اینقدر بازیت خوبه چرا ویدیوهای بازی نذاشتی؟ راستش بچه بازیم خوب هست، قبول دارم، ولی خب فعلا امکانات نیست و من میخوام تو کمبود امکانات واسه تون ویدیو بگیرم. الان نیمات کیدو یه بعضی از ازش متنفرن، یه بعضی از نه خوششون میاد. عشقای منید، قشنگ عشقای منید، اصلا بی شوخی بگم عشقای منید واقعا. با این ویدیو من خودم با شما ثابت کردم کمبود امکانات، با کمبود امکانات من ویدیو میگیرم واسه تو، چه تو بیابون باشه تو هر جا. تو این اتاق اصلا شاید نبودم، توی جنگل بودم و تو کوه، ولی من بازم براتون ویدیو میگیرم. آقا دیگه این بود ویدیو ما. امیدوارم که لذت برده باشین، شادتون کرده باشم. میدونم که خیلی خوب نبود، زیاد چیزی نبوده خب، ولی خب معمولا همه توی این کانال منو به سم بودن میشناسن. این اکثر نوشیدنی قاطی میکنم بعد میخورم نظر میدم. بچه در مورد همین تاکسیوی ریک مورتی هم بهتون بگم، همه یادم چی درستش بکنیم. اگه میخواین یاد بگیرین که چجوری درستش بکنین، یه سر به ویدیو پیجم بزنین. تو اونجا براتون گفتم قمقمه بود، قمقمه یه ذره میخورم به همه رو با هم قاطی کردم. ببین تو ویدیو طرز تهیه‌اش هم هست، قشنگ چه چیزای قاطی بکنین که این رنگی داره. عشقای خودمین، دوستتون دارم قلباً خدا وکیلی. و هدف من از ویدیو گذاشتن اینه که شادتون بکنم. تو دوران مدرسه سختی بهتون میاد و اینا، از صبح زود مثلا بیدار بشی و راستی بس از مدرسه شد ویدیو داره کش میداده میشه. بچه من خداکی بچه مثبت بهتون میاد، پاچه خار مثبت. اصلا بهت داستان براتون بگم.
آقا ما معلم ما هر روز از خب مثلا میفتیم مدرسه از اون امتحان میگرفت. شاید براتون عجیب باشه این کدوم معلم مثلا او هر روز هی امتحان میگیره. معلم ما اینجوری بود کلاس پنجم. بعد بعضیا بودن حوصله نداشتن اصلا نمی‌دونستن دیگه امتحان گرفته بودن اصلا هیچ اون که هیچ یه فسخلیه چاپلوسه. بچه عذرخواهی میکنم یوتیوب گیر میده. چاپلوس خامه مال خامه دیگه اومد چی گفت آقا اینا مش ننوشتن. یعنی اون لحظه من فقط نگاش کردم گفتم ببین تو که میای دم در مدرسه واسه همونجا کار دارم. آقا پوفیزی تا چه حد شاید اون بعضی دوست نداشته باشن بنویسن. همین بود ویدیو ما امروز و هدف من اینه از صفر شروع بکنم بدون امکانات ویدیو واسهتون بگیرم. عشق منید، لایک رو بزنید خیلی بهم کمک میکنه و ممنونم بابت بازدیداتون. سابسکرایب هم که بزنین که در آینده ویدیو سمتر از اینام دارم. این یعنی هیچ در برابر ویدیو سم مثل دنجر بزرگ است. قراره گیمر بشیم، گیم های ترسناک، گیم های عجیب و غریب، سم. اینم تموم شد. خلاصه عشق منید، امیدوارم که شایدتون کرده باشم و با این تیکه ویدیو آقا عشقای منید، بیشک میتونم عشقای منید. بعد هر نظری هم که دارید بچه، هر نظری که دارید داخل کامنت ها بنویسید. من همشون حل میکنم. اگه مشکلی چیزی داخل ویدیو هست همه رو حل میکنم. شما نگران نباش، همه حل کنم. تو مشکل بده حل شده بدون. آره اینجوری مشکل بده حل شده بدون. و خدا نگهدار.